بالاخره تاریخ مسابقه جدید واحد نژند در سازمان بزرگ اکتاگون مشخص شد. قرار است مسابقه بعدی واحد نژند در رویداد 69 سازمان اکتاگون به تاریخ 5 آپریل مطابق با 16 حمل یعنی 2 روز بعد از عید رمضان برگزار شود. این مسابقه در شهر وستافلن حالت دورتموندوی آلمان برگزار خواهد شد. برای دانستن جزئیات بیشتر و آشنایی با حریف قدرتمند واحد نژند تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. سلام و درود دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی جدید. در این ویدیو می‌خواهیم چندین فایتر پرقدرت از دسته وزنی 77 کیلوگرم سازمان اکتاگون را به عنوان حریف بعدی واحد نژند معرفی کنیم که به احتمال خیلی زیاد یکی از این فایترها حریف بعدی واحد نژند خواهد شد. اولین فایتر از دسته 77 کیلوگرم به نام لوئیس گیلیمسون، فایتر دانمارکی با ریکورد 12 برد و 3 باخت که در رنکینگ 4 سازمان اکتاگون قرار دارد. لوئیس گیلیمسون یک کشتیگیر و جوجوتسوکار هست و بیشتر دوست دارد مسابقاتش را به زمین ببرد. تا حالا 4 مسابقه در سازمان اکتاگون انجام داده و حریف خوبی برای واحد نژند هست. مسابقه فوق‌العاده جذاب و دیدنی خواهد شد. فایتر بعدی که برایتان معرفی میکنم به نام لئوناردو سیلوا، فایتر قدرتمند و با تجربه برزیلی که قبلا در سازمان UFC بوده و فعلا در رنکینگ 5 سازمان اکتاگون قرار دارد. لئوناردو سیلوا ریکورد 29 برد و 12 باخت دارد که 9 مسابقه در سازمان اکتاگون انجام داده. فایتر پرقدرت و با تجربه ای هست. لئوناردو سیلوا بیشتر در ایستاده مبارزه میکند و در زمین خیلی خوب نیست. پیروزی واحد نژند در مقابل این فایتر با تجربه برزیلی ریکورد خیلی ارزشمندی به کارنامه واحد نژند اضافه خواهد کرد. فایتر بعدی به نام دیوید کوزما از جمهوری چک هست که دارای ریکورد 32 برد و 14 باخت می باشد و در رنکینگ والترویت سازمان اکتاگون در رتبه 6 قرار دارد. دیوید کوزما 15 مسابقه در سازمان اکتاگون انجام داده و تجربه خیلی بالایی دارد، اما در 2 مسابقه اخیر خودش ناکوت شده. دیوید کوزما یک فایتر کامل هست، هم در ایستاده و هم در زمین خیلی خوب مبارزه می کند و حریف سرسختی برای واحد نژند خواهد بود. فایتر بعدی به نام ماتی کورتز از مجارستان هست که دارای ریکورد 15 برد و 8 باخت می باشد و در رنکینگ والترویت سازمان اکتاگون در رتبه 8 قرار دارد. ماتی کورتز تا حالا 17 مسابقه در سازمان اکتاگون انجام داده که تجربه فوق‌العاده بالایی نسبت به بقیه فایترهای سازمان اکتاگون دارد. ماتی کورتز یک بوکسر هست و بیشتر دوست دارد در ایستاده مبارزه کند، اما از جوجوتسوی خوبی هم برخوردار هست و اگر فرصت برایش برابر شود حریفانش را در زمین کنترل می کند. نسبت به فایترهای بالاتر ماتی کورتز حریف راحت‌تری برای واحد نژند خواهد بود. فایتر بعدی که در رنکینگ 9 والترویت سازمان اکتاگون قرار دارد به نام نیکولاس استولز از آلمان هست که دارای ریکورد 14 برد و 7 باخت می باشد و تنها 4 مسابقه در سازمان اکتاگون انجام داده. نیکولاس استولز قبلا در سازمان UFC بوده، کیک بوکسر و جوجوتسوکار خوبی هست، اما بیشتر در ایستاده مبارزه می کند و اگر فرصت برایش برابر شود از سبمیشن های جوجوتسوی خودش استفاده می کند. این فایتر هم حریف مناسبی برای واحد نژند خواهد شد. و اما آخرین فایتر که رنکینگ 10 والترویت سازمان اکتاگون می باشد به نام آندری کلاشینک از جمهوری چک هست که دارای ریکورد 12 برد و 5 باخت می باشد. آندری کلاشینک هم 12 مسابقه در سازمان اکتاگون انجام داده و یک استرایکر هست، بیشتر در ایستاده مبارزه می کند و در زمین خیلی ضعیف هست چون قد خیلی بلندی دارد و اگر مسابقه واحد نژند با آندری کلاشینک برگزار شود مطمئن باشید که واحد نژند مثل آب خوردن کار این فایتر را تمام خواهد کرد. اما خارج از این 10 فایتر ممکن است واحد نژند اصلا علاقه به مبارزه با فایترهای قوی و رنکینگ دار سازمان اکتاگون نداشته باشد و مثل مسابقه قبلی خودش با یک فایتر بی‌نام و نشان که در رنکینگ نیست مبارزه کند، چون واحد نژند در اولین مسابقه خودش در سازمان اکتاگون وقتی یعقوب بهنیک را شکست داد در رتبه 7 سازمان اکتاگون قرار گرفت، اما در آخرین مسابقه خودش در سازمان اکتاگون با مکس هاندانوگیچ مبارزه کرد که مکس اصلا در رنکینگ های سازمان اکتاگون نبود و به همین دلیل واحد نژند فعلا در رنکینگ های سازمان اکتاگون قرار ندارد، چون واحد نژند شهرت و علاقه‌مندان زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در آلمان دارد که همیشه تکت مسابقات واحد نژند را خریداری کرده و در مسابقاتش حضور پیدا می‌کنند. به همین دلیل سازمان اکتاگون به فایترهای مثل واحد نژند نیاز دارد و با نظر و پیشنهادشان موافقت می‌کند. 5 فایتری که برایتان معرفی کردم به احتمال زیاد یکی از اینها حریف واحد نژند خواهد شد.
و همانطور که گفتم احتمال هم دارد با یک فایتر بدون رنکینگ مبارزه کند. به هر صورت ما همیشه آرزوی موفقیت و پیروزی برای واحد نژند و همه ورزشکاران و فایترهای افغانستان داریم. امیدوارم معلومات این ویدیو هم برایتان مفید بوده باشد. اگر اینطور بود حتما نظر خودتان را در بخش کامنت با ما شریک سازید و جهت حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.